به نظرم نون پختن خیلی لذت بخشه، به همین جهت اومدم این نون کره‌ای برسن رو بهتون آموزش بدم که هم برای صبحونه هم عصرانه گزینه خیلی خوبیه. در کنار این قیافه جذاب و طعم بی‌نظیرش بافتش هم فوق‌العاده است. خمیرمایه، شکر، آرد، نمک و هلمون رو با هم دیگه ترکیب می‌کنیم و یه دونه تخم مرغ رو در صورت دلخواه زعفران دم کرده رو بهش اضافه می‌کنیم. حالا بعد شیرمون رو کم کم بریزین. اصلا شیر رو یه مرحله‌ای نریزین چون ممکنه آبخور آردها با هم فرق کنه. زمانی که خمیرمون جمع شد به صفحه کارمون انتقال میدیم و شروع میکنیم به ورز دادن. خمیرمون که اینطوری یک دست شد، کره همدمای محیط رو بهش اضافه میکنیم و اونقدر ورز میدیم تا کامل به خورد خمیر بره و اینطوری سطحش صاف بشه. حالا داخل یه ظرف میذاریم و روشو میپوشونیم هم با پلاستیک هم پارچه تا یه ربع استراحت کنه. بعد یه ربع اون رو به 4 تا چونه مساوی تقسیم میکنیم و اجازه میدیم که مجدد یه ربع تا 20 دقیقه دیگه استراحت کنه. بعد استراحت دوم چونه ها رو کف سینی فرمون پهن میکنیم و اجازه میدیم که 1 ساعت توی همین حالت بمونه. حالا روی کار رو به دلخواه کمی شکر قهوه‌ای میریزیم، از رومالمون میزنیم و تکه های کره یخ زده رو داخلش فشار میدیم. میره داخل فر از قبل گرم شده تا بپزه.